این دله عربیه. ساخت کارگاه الولید از کشور سوریه. یک دله بسیار با کیفیت و البته زیبا. این دله ظرف مخصوص دماوری قهوه به رسم عرب هاست. امروز میخوام توی این دله یک قهوه عربی درست بکنم. البته نه با استفاده از قهوه فوری یا همون نسکافه، بلکه با استفاده از دان قهوه کاملا اصولی، سنتی و طبیعی. قهوه‌ام رو توی هاون میریزم، چند عدد میخک، یه دونه هل و اون رو میکوبم به این شکل. قهوه رو توی هاون اونقدر میکوبم تا به این پودر قهوه برسم. حالا قهوه رو توی دله میریزم و به اندازه 2 برابر حجم قهوه به اون آب اضافه میکنم. آب سرد هم میزنم و میذارم روی یک منبع حرارتی تا قهوه من آروم آروم دم بکشه و عصاره خودش رو توی آب آزاد. بعد از مشاهده بخارهای اولیه اون رو از روی منبع حرارتی برمیدارم، هم میزنم و دوباره میذارم روی منبع حرارتی و در نهایت صبر میکنم تا قهوه من غلیان بکنه و شروع به بالا اومدن بکنه. این یعنی قهوه من آماده است و این هم پوسته درخت نخل برای اینکه توفاله توی فنجون ما ریخته نشه. راستی یادتون باشه دله توی دست چپ، فنجون توی دست راست. این هم از آداب سرو قهوه عربی. یک قهوه کاملا طبیعی، خوشمزه و البته عطرآگین به واسطه وجود هل، میخک و ادویه های دیگه‌ای که میتونید اضافه بکنید. حتما بعد از نوشیدن قهوه فنجونتون رو تکون بدید. این یعنی تشکر و کافیه. نوش جانتون.